روزی روزگاری پسر فرفر اومد پیش باباش و درخواست جدیدی مطرح کردندی. بابا جان، من میخوام مثل شما فرفر مخصوص کد خدا بگردمندی. ای بابا، فرفر شدن که به این سادگی ها نیست پسر جان. باید سیاست بدونی، حساب و کتاب بدونی. میدونم بابا جون، هر سوالی بپرسی جوابش رو بلد میباشمندی. باشه، بگو ببینم. اگه یه نفر بره از بانک 3000 میلیارد چوق وام بگیره با سود 24%، بعد 5 سال چقدر باید به بانک پس بده؟ بذار حساب کنم. 3000 میلیارد 24% سود، 5 سال، اونم اونجا، اونم اونه، میشه 0. هیچی نباید پس بده. چه پسر منگولی دارم. مگه میشه کسی چنین وامی بگیره پس نده؟ آره بابا جون میشه. من خودم دیدم که تو همین فینیتو یه بابایی به نام خارخار 3000 میلیارد وام گرفت، رفت روستای کاناباد، هیچی هم پس نداد. اونو میگی. راست میگی ها. پسرم، با این حساب و کتابایی که تو بلدی چرا میخوای فرفر بشی؟ تو باید خود کد خدا بشی.